شاید تو بگویی لعلها خیر، شاید و شاید خیری باشد، ولی نه. بر تو میگویم با اطمینان کامل، میگویم بدون شک و تردید که در این خیر است از جانب الله سبحانه و تعالی. و آن رویدادهایی که تو را اندوهگین کرده و آن اشکی که به اختیار از چشمانت جاری شده، آن شبهایی که درد و علم و غم تو را اندوهگین کرده، بدون شک و تردید که در آن خیر است. شاید امروز نفهمیدی، ولی خواهی دانست آنچه که از قدر بر تو سبقت گذاشته است نعمتی که در پس آن نهان شده است. زیرا پروردگار همه چیز را با حکمت می آفریند و تقدیر را 50,000 سال پیش از آفرین تو آن را خلق کرده بود، آن را کتابت کرده بود. پس چگونه ممکن است که آنچه که او سبحانه و تعالی که برای تو خیر دنیا و آخرت می خواهد بهتر نباشد برای تو؟ پس آرام باش، آرام بگیر. همه آنچه که روی داده است برای تو انتخاب شده است و این انتخاب الله سبحانه و تعالی بر انتخاب تو که کرده ای بهتر و نیکوتر و خوشگلتر است. پس صبر نما و اجر پاداش از جانب الله سبحانه و تعالی به دست بیار.